تو کالباس میدی؟ جدی؟ مال اساس فکر کنم. نه نه جدی نه؟ تو کالباس نخوردی؟ نه خب واقعا من کوتاه سوال میکنم، کوتاه جواب بده. کالباس بود. خب مگه چیه؟ حرف بدی زدم. میگم کالباس کل خوردی؟ اتکلون خالی کردیم رو خودمون، اومدی گفت جست معروف داری 90% فیلمام نوشته بود. آره بیا چقدر با این جست پول در آوردی؟ نون تو این جست هست. یعنی یه ذره سنت بره بالاتر و دیگه نتونی اینجوری باشی، کلا زندگی تو میخوای چیکار کنی؟